سلام. اگه یادتون باشه راجع به این موضوع صحبت کردم که با جی پی اس اگه شما رانندگی بکنید بیاید یه جای جاده تموم میشه و از اون جا به بعد ممکنه که در واقع شما اشتباه راه بری و برید روی دریاچه و ماشین مثلا بره پایین. الان رسیدیم به اون نقطه. من براتون میخوام فیلم بگیرم اینجا رو بهتون نشون بدم. ببینید این جاده است الان. خب این جاده اینجا هم قشنگ زندگی میکنن، خونه طرف هست و اینا. میریم جلو. ببینید اینو میریم جلو که من میدونم که زودتر برسیم شما خیلی معطل نشید. این نقطه دقیقاً تو این درخته جاده تموم میشه، یعنی توی جی پی اس شما نگاه بکنید تموم میشه. خب بعد اینجوری بیاید، الان من رو دریاچه‌ام، یعنی ماشین اینجا بیاد دیگه چی میره پایین. مانتا اینا خودشون چیز کردن، حالا نمیدونم معلوم هست نه، اینجا رو برف ریختن که کسی نره اونور. نگاه کنید اینجا رو برفا رو جمع کردن و الان اینجا کلا یک دریاچه یخزده هستش. اینا که میبینید رو زمین سورتمه است. آره هوا هم 12 درجه زیر صفر، خیلی سرده امشب، خیلی سرده. روبرو داره یه سری گروه میاد از احتمالا اینا جت استومبیل سوارن و دارن برمیگردن به سمت مقرشون. اینا استومبیل سوارایی هستن که دریاچه اومدن و دارن سافاری انجام میدن. خیلی هم باحاله. به به. خب این چوبایی هم که قرمز رو زمینه نشان دهنده جاده است، چون که اینجا برف زیاد میاد راننده ها بتونن حدود جاده تشخیص بدن که گم نشن. خب این هم دوباره ماشین، دوباره برمیگردیم سمت ماشین. فعلا خداحافظ.